توجه داشته باشید عزیزان، هر دعا یا طلسمی که انجام میشه با توکل و عنایت پروردگار هست و در همه امور هر طلسمی با هر روشی، چه صوفی، یهودی، رحمانی، مصری، ارمنی، و هر طلسم و دعایی که انجام میشه با توکل به خدا و عنایت از پروردگار هست. پس برای کسانی که وارد این کار میشن روحانیت لازمه، نه اینکه یک کاری با نجاست یا نزدیکی با یک خانم یا تجاوز خدای نکرده باشه. وقتی کار احضار در طلسمی انجام میشه، روزهایی لازمه، حالا شما دینت هر چی که میخواد باشه، روزه جمالی و جلالی لازمه انجام بشه تا کارتان تکمیل بشه. پس برای انجام احضار یا دعا و طلسم ها همیشه باید روحانیت و رحمانیت بالایی داشت. این که به شخص تجاوز بشه یا همخوابی باشه تا یک کاری با نجاست انجام بشه رو ما به هیچ عنوان قبول نداریم. کارهای شیطانی هست که حتی آیات خداوند رو که در قرآن هست می نویسن با خون نجس یا نجاست های دیگه در مقعد خودشون یا حیوان دیگه میکنن. ما اینها رو اصلا قبول نداریم. هر دینی که هر کس داره به خداوند سبحان و اله یکتا و حتما باید تبعیت بکنید و از گناه و هر چی که در دین شما ناسزا هست باید دور باشید تا دست پیدا بکنید به این رحمان. همه ادیان الهی یا کسانی که دین مشخصی دارن در دین خودشان یک اعمالی رو ناسزا میدانن، یک اعمالی رو سزاوار میدانن. دین صوفی که پیرو دین حضرت یحیی است، کتاب آسمانی داره، گنزاربا، و خیلی این مسائل ناشایست هست. ما هم طرز ازدواج، عبادت و غسل و شرایط خاصی داریم. پس اینطور نیست که برای انجام یک طلسمی، یک کاری بخواهیم با خدای نکرده یک خانمی باشیم تا کار انجام بشه. اصلا این چیزها درست نیست. این شایعات اصلا اشتباهه و کارهای شیطانی به هر شکلی که انجام بشن ناشایسته و خوب